حتی از کوچکترین کشورهای جهان. شماره 10 کشور مالدیو با مساحت 298 کیلومتر مربع. شماره 9 جزیره سیشل با مساحت 277 کیلومتر مربع که در شرق قاره آفریقا و در اقیانوس آرام قرار دارد. شماره 8 جزیره سنت کیتس اند نویس که مساحت 269 کیلومتر مربعی دارد. شماره 7 جزیره مارشال با مساحت تنها 181 کیلومتر مربع که بین کشور فیلیپین و جزایر هاوایی قرار دارد. شماره 6 کشور لیختنشتاین با مساحت 160 کیلومتر مربع. شماره 5 کشور سن مارینو با مساحت 62 کیلومتر مربع. شماره 4 جزیره تووالو با مساحت 23 کیلومتر مربع. شماره 3 جزیره ناورو با مساحت 22 کیلومتر مربع. شماره 2 کشور موناکو که تنها 1.8 کیلومتر مربع مساحت دارد. و شماره 1 کوچکترین کشور جهان کشور واتیکان که تنها 0.5 کیلومتر مربع جمعیت دارد و کوچکترین کشور جهان نامیده می شود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید. نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید.